میدونی آدم های سمی کیان؟ بعضی اوقات خودمون. چرا خودمونیم؟ توی رابطه ای رفتیم که 2 سال رابطه قشنگ بوده و بعد از این 2 سال وقتی تغییر رفتار طرف رو میبینیم و خیانتش رو میبینیم، فرصت میدیم تا اون رابطه قشنگی که داشتیم برگرده و ادامه میدیم تا جایی که دیگه هیچی از خودمون و رابطمون نمونیم. زود بکشید بیرون. خودتون دارید خودتون هم سمی میکنید. این که میمونید ببینید و فرصت میدید، این خودش باعث سمی شدن تمام افکار خود شما در آینده میشه. بعد از اون توی رابطه ای که میریم، وقتی طرف شروع میکنه ابراز علاقه، اول قبول نمیکنی، از یه جایی به بعدی وقتی قبول کردی بهش اعتماد کردی، اگر یه روزی کار نداشته باشه، اگر یه رفتار جزئی داشته باشه که تغییر کرده باشه، شروع میکنیم به پرخاشگری، شروع میکنیم دوباره مرور